نماز فقط در یک ماه مبارک رمضان فرض نیست. نماز عبادت است که از روز بلوغ 12 سالگی تا آمدن مرگ غرغره جان در گلو فرض است. واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. بنابر وقتی که تو رمضان در نماز میخوانی 11 ماه دیگر نماز ترک میکنی، تو بنده رمضان هستی نه بنده خدا. تو عاشق رمضان هستی نه عاشق خدا. خداوند بندهش دوست می‌دارد که او را دوست دارد نه رمضان. خداوند بندهش فردا داخل بهشتش میکند که از امر او پیرو باشد، نه به خاطر خجالت مردم که همه در رمضان مسجدی میشوند، قطیشان مسجد میرود و غیر رمضان راهی مسجد ترک میکند. خدا از این تو بنده بیزار است. عزیز من